سلام. چطورید بچه‌ها؟ به چنل امتری گایز خوش اومدید. امروز اومدیم با یه سرکون نخندی سم. یه سوال من اول داستان بپرسم، خیلی داره اذیتم میکنه. بفرمایید. دلم برای خارجی ها خیلی میسوزه. چرا؟ چون خارجی اونا ماییم. 1 2 3 بریم. Let's go. بالاخره امروز تصمیم گرفتم تبحر خودم توی شعبده رو به شما نشون بدم. کاری که خیلی وقت بود میخواستم انجام بدم و نمیتونستم. میخوام توی این ویدیو این چوب بستنی رو توی این گوشم بکنم و از اون گوشم در بیارم. با من همراه باشید. نه خب این چوب بستنی رو توی گوشم بکن دیگه. و از توی این گوشم در میارم. کوچ در آوردم. بذار آدم حرفشو بزنه. اصلا میبینمش اصلا. واقعا فکراتو متاسفم. برید بشوری با همین الکل فکراتو. میگفت تیغه های بین ما و همسایه‌مون توی مسکن مر از بس نازکه، این همسایه بغلیمون وقتی با کنترل کانال تلویزیون عوض میکنه کانال ما عوض میشه. اینقدر تیغا. یه وقتی برای 10 سال دوباره گرفته. آره برگشته. میدونید که این خیلی چیز شده بود، دوباره به همین برنامه برگشت بعد 10 سال دوباره همین کارو اجرا کرد. خدایا همه مریضا رو فشار بده. ببین من دومی فکر یکی دیگه از خندم نگرفت، این زودتر هم من گرفت. فهمیدی؟ من این دومیه که اومد همین که خدایا مریضا رو شفا بده گفت فشار بده میشه برش گفتم. اون دومیه رو به سر من نفهم، فکرم یه ویدیو دیگه است. این فهمید بعدا من زودتر ترکیده بودم. من کم جان. خیلی خوب بود. هی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من. بیا بی تو من از این زندگی زیرم نمیدونم. قشنگ داداشم. نمیتونی همینه ها، قشنگ همینه. گوشه میبینم نه. بار دیدم. چرا نه کوچیک ویدیو زوم کن. همچی میگه بسم الله که جنا باش هم سفره نشن، انگار داره لازانیا میخوره. دک پنیر میخوره ساعت 11 شب لاش خور. خیلی قشنگه دیدیم. این رنگ. رو میکنم تیشکم خودم، خونی خود رو میریزم، یه بلای سر خودی میارم تو تاریخ می‌نویسم. جنگل جون این رسمش نیست، تو عاشق شدی عزیزم. نکن این کار. باشه این چه کاری بکنی چه جاش نکن جنگل. آقا تیمور، آقای صحرایی، خودش هم میشه بارده. وای یکی از سمترین سریال. اصلا امکان نداره من این پشتنها رو ببینم نخندم. اصلا گفتم پشتنها باشم میخوام. ببین میارم تو تاریخ می‌نویسم. جنگل جون این رسمش نیست، تو عاشق شدی عزیزم. نکن این کار. باشه این چه کاری بکنی میگیره
نکن آقا تیمور آقای شهرداری این همه بداهست در میگه بابا لامصب آخه این سعاد رضوی پشت لیستم خدایی سر این چه رسانه آوردن دراشیه رو اینجا ساختنش تو زندان چون دکترها از مهران مدیری شکایت کردن. رفت تو زندانی ها گرفت که دیگه زندانی نباشه شکایت. نه آره دیگه اصلا هر کودرمانده هر کاری میکنه یکی شکایت میکنه. یه دردی دارد میکشن رکیب مامان هیچی میخواست اینم تیشرتم کجا همجور لخ میرم بیرون خطرش کمتر. داداش یه نصیحتمون میکنی؟ داداش از قدیم میگن مال دزدتو بچسب همسرتو صفر نکن. همسرتو شو چه بیشرف یه اومدم بیام ویدیو رو نگاه. داداش یه نصیحتمون میکنی؟ داداش از قدیم میگن مال دزدتو بچسب همسرتو صفر نکن. همسرتو شل نکن. اصلا همسرتو نکن بدشون. میگن که هیچ وقت زندگی داد نزن. نداد نه. میگن تو زندگیت هر کاری میخوای بکنی بکن هر کی گفت نمیتونی اونم آقا ولشون قطعش کن توی که پسر رو قشنگ مشخصش یا علی سوراخ دماغش هم کله منه خدای اصلا حال عدسه اینه که اصلا عدسه بدی بره آره بدش کنی بره عدسه برای این که بزنی قشنگ مغزت بیاد بیرون فقط تو صورت دیگران نه آره هر جا چیه خدا وکیلی وضع اینجوری میکنم مثل در اتوبوسیش میگن دیگه یادم میفته میخوام سوار اتوبوس شم انگار یارو نفس میگیره این همه زحمت بکشی بیاد بعد اینجوری خدای یه همه نفس Good morning, sleepyhead. که خارجی هست خواب پا میشن I had so much fun last night. خدای سعی راش تو چیکار می‌کنی کونه اینقدر بزرگه؟ داداش من مادرم سواد نداشت به جای پودر بچه بیکینگ پود میزد بهم. تمام شد وای چقدر مسخره بختم مجازات خب قشنگ از مغزش در خودم میذاره کم دارم مجازات شبرده تا حالا دیدی انقدر علاقه مجازات داشته باشه ای جان یه سری تا نخواه اگه از این بازی چالش خوشتون میاد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید یادتون نره لایک کامنت فراموش نشه اگه دوست دارید لایک و کامنت و ساب حتما بزنید اون زنگ هم بزنید خیلی دوستتون داریم تا یه ویدیو دیگه قربونتون